دیدم که آقای رفسنجانی بیوه یعنی ازدواج کردن دوباره، نمیدونم برای چندمین بار، به ما مربوط نیست، مسئله خصوصی افراده که حالا ازدواج کردن ولی خیلی کنجکاو بودن شما بدونین که ایشون با کی ازدواج کردن. الکی نیست، بیا ببین عکسش هم هست. الو الو بفرمایید. دیدی آقای رفسنجانی؟ بله بفرمایید. شما الکی من گرفتم. ببخشید من از کجا بگم زنگ میزنم که جواب من بدن؟ دفتر من یک دفتری در لندن زنگ میزنم. شما آیا صحت داره که تازگی با یکی از بیوه های شهدا ازدواج کردین؟ دقیقا این حقیقت داره، ولی خب ایشون بیوه شهیدن. دقیقا. خب یعنی چی؟ یعنی که خب ما دیدیم که چیکار کنیم، خودمون که در جنگ شرکت نداشتیم اقلا یه جوری یا یک شهیدی رو پر کنیم. جای یک شهیدی رو خب ایشون البته شهید نشدن، یعنی نه خودشون شهید نشد. ببخشید آقای رفسنجانی، این خانم شما خود ایشونو شهید کردین یا خودتون شهید شدین یا ببخشید اجازه بفرمایید آقای رفسنجانی، شوهر ایشون در کدوم جبهه و کی شهید شدن؟ والله حقیقتا ایشون شهید نشدن، بازداشت هستن ایشون. ما هرچی تلاش کردیم ایشون شهید نشدن. به چه دلیلی به چه دلیلی بازداشت شدن؟ خب این دقیقا این جریانات بمب اتمی هسته‌ای است که ما خوب از رازهاست ایشون. بله یک رازه و انشاءالله بعد از 30 سال این برملا خواهد شد. اجازه اساس بر انگلیس هست که آقای رفسنجانی سرکار خانمتون همسرتون ناراحت نمیشن؟ نه ایشون اصلا بهشون هیچ ربطی نداره. چرا ربطی نداره؟ آخه شما هم انصاف داشته باشید و یک نگاهی به بیوه این شهید، به اون اندامش، به اون کمر باریکش، به اون سر و سینه ها اگه بندازید تصدیق میفرمایید که هیچ ربطی به ایشون نداره. خب به حال که ناراحت که میشن که نه تنها هیچ ربطی نداره بلکه ایشون هیچ اطلاعی هم نداره. خیلی ممنون آقای رفسنجانی، شبتون بخیر.